انا همین است برادران. در فاکولته زبان و ادبیات میخوانم. در 2 عملیات آخرین تروریستان نقش اساسی را به عهده گرفتم. حتما باید او را یابید. احتیاط شوید بچه‌ها. از پلیس ها نفرت دارند. روی ما برای جنگ به اینجا آمده باشه. انشالله بخیر. بچه‌ها بیایید اول فاکولته زبان و ادبیات را یابید. میبخشید فاکولته ادبیات در کجاست؟ گم شو از اینجا فاشیست. این رو بینید؟ چی پلیس شدیم گفتم ما رو بد میبینه. به تربیه. خدایا تا این دانشجویان را ببینید. با شرم نکردن آنها در دانشگاه میخوان. فاکولته ادبیات در این طرف است. رفتیم. ببین بچه ها، این مگر همان نیست؟ رفتیم زودتر. ای برادر، ایستا میگویم. کجا گم شده رفت؟ اکا چی کار کنیم؟ بس این فادر آمده بینیم. نه لازم نیست. دانشجویان خاطر می شوند. میدونید که رکتور بسیار مرد حساس است. اگر یگان حادثه شود سری هممان در بالا چی کار کنیم؟ من رفته تشنان رو ببینم. شما باشد گرد اطراف رو بینید. زودتر. خوب شده است. یگان کس هست؟ هست. معذرت میخواهم. در اینجا بودنی من مگر کاری بد است؟ بله، اینجا برای دانشجو هم است. از اینجا دفع شو. در دانشگاه پلیس را دیدن نمیخواهند. آرامده رو، نباشد شکایت میکنیم. فهمیدی؟ مایلش خوب شد است. آروم شوید. نمیخواهم که به ترتیبی روی بیاد. نباشد برآمده رو.
انشاءالله مادر جان امروز جواب امتحان معلوم میشد آخرین درس میباشد از اینم گذرم دانشگاه رو ختم میکنم انشالله پسرم کاش پدر از زنده می بود این روزها رو میدید خیر چیکار کنیم در نصیبم هم بوده است همین که ختم کنم بسر مزارش میروم میگویم عربی پسرت درست شد پسرم خداوند به همه تو بر این پسر رو نصیب بیند اگر از امتحان نگذری چی؟ نه مادر جان چی خیلی نگذاشتم حساب کنید که ختم کردم اکنون در یک جا کار میابم دیگر هرگز شما عذاب و مشقت نمیکشید شما برای مرا خواندن بسیار عذاب کشید مردم نمیشنوید نتیجه امتحان ها معلوم شد قادر نمیشنوی و تو میگویم نتیجه امتحان ها معلوم شد مادر جان نتیجه امتحان معلوم شد من با شما بعدتر زنگ میزنم از من منتظر خبری نیک باشید میلش پسرم میلش منتظری خبرهای خوش میباشم مادر جان گریه نکنید مرا هم گریان میکنید خیر میلش بعدتر زنگ میزنم میلش پسرم پس از کجا میابیم؟ در حاجت خانه یک نفر بود اما وقتی که دانشجویان در آمده یگون کاری کردن باید نتوانست احتیاط شوی اگر یگان کاری ناجا کنیم دنیا را بله، لغز نمی‌خیزاند در پایان نفرهایی را دیدم که برای فتنه انگیزی فرصت میجویند ما اگر او را یابیم تمام کارمان حل می شود انشاءالله راست میگوی اکا میرویم بچه‌ها کجا شدی؟ نپرس در همه جا کارمندان مقامات میباشند پلیس بودن؟ نه تعینات مخصوص آنها به دانشگاه در آمدن یکی از آنها مرا نظارت میکرد پس چیکار میکنیم چگونه بگراو میگیریم آخر با سلاح در آمدن نمیتوانیم دوستم نترس من کیگو با سلاح ها رو به درون برآوردم بودهنده کجاست؟ نمیدونم انا آمد فرمانداری تعیناتی مخصوص رو دیدی؟ ما رو میکنم زودتر از اینجا گرزیم دیگه نگی نکن چخل گرفتن ما با اینجا اومدیم که کارها رو تمام کرده بعد رویم از عملیات باز نمیگردیم نقشه رو چیکار میکنیم مجبوریم تغییر دیم سلاح در کجاست؟ در دستی من چیکار میکنیم او رو میکشیم یا اینکه بگراو میگیریم اول او رو بگرف گیریم بعد میبینیم سلاح رو ده مایلش هماش امروز تمام میکنیم هماش فهمیدیم آیا اشتباه شده باشم 35 خال نوشته است نه نباید این خیلی باشد از امتحان نگذاشتم مرا نگذراندن قادر آرام شو رفته با آموزگار گپ میزنیم آخر با آموزگار چی گپ زنم آخر من چیتر با مادرم فهمانم من گفتم که ختم میکنم مادر جان نگران نشو من چیتر کامیاب نشم خیر میلش غمگین نشو این پسر برای ما لازم میشود قادر برادر چی شد؟ بخیر است؟ برای امتحان تیاری خوب دیده بودم از درس ماندم استاد سلیم مرا بهای خوب نداد آخر سلیم استاد آدم هم نیست آدمی پست است تمام دخترها رو میگذراند اما ما بیچاره ها رو نه فرصت مناسب پیدا شد همه رو باید انداز ما استاد رو نصف میکنیم فهمیدی برادر؟ قادر برادر نگران نباش خواهد نخواهد این آدم جواب میده چون که حق تو را گرفته است حق دادن نمیشود حق رو میگیری اگر لازم شود مجبور میگیری همین خیلی نه قادر؟ انا بینم در اونجا آسیر حل میکنیم میرویم استاد یک دقیقه این چی کاری کرده بود؟ چیکار کردم؟ شرم نمیداری حق این بیچاره را میخوری در ده یک مادری پیر دارد او را به زور میخونم خواهش میکنم در کار نیست بس کنید دمت را گیر از دست من چیزی نمی آید من به کاغذهای امتحانی دیده بها میدم دفعه دیگر خوب تئوری دیده از امتحان میگذرد
ای استاد رفیقانم رو مجبور میگذرانی. آیا شما راهزن هستید؟ از دست نروید. اگر نرویم چی؟ التجا میکنم بس کنید آخر. پدر و مادران ما در زمین پیشدار در فابریکه و زوادها کار میکنن تا اینکه ما علم گیریم شما باشد حق فرزندای ما را میخوره. این خودش چی گپ است؟ از بالای همتان شکایت میکنم. از بالای همتان. همراه ما میره استاد. سرده. بلند. اوگور زودتر ماشین را چیکار بیار. میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ شما رو چیکار میکنید؟ نوشو. دمت را گیر. این کارو نکن. حیات هممون رو در خطر میمونی. نیست اکا این جوان که ها باز گریخته گم شده است. نباشد بیایید به شوبه میرویم. اگر اگان خبر شد به ما میرسونند. یک دقیقه بچه ها. چی شد اکا؟ سرده. مرا سرده. اگر صدایت رو بروری تو رو میکشم. بلند. این کاری کرده شما جنایت است. دمت را گیر. تو چی ها میگویی؟ ما حقوق تو را حمایت میکنیم. من با او حقوقم را نشان میدیم. دیگر اگون حیوان لاشخور حق ما را خورده نمیتواند. پیش درو. رفتیم. سوار شو. یعنی سوار شو. زودتر. سوار شو. یعنی سوار شو. سوار شو. سوار شو استاد. زودتر. سوار شو نباشد تو را پاره پاره میکنیم. ظریف او در همین جاست. ایدین در همین جاست. سلاح و دستان. سلاحهایتان را به زمین پرتایید. سلاحتان را پرتایید. به زمین. پنهان شوید. به زمین خواب روید. زودتر خواب روید. زودتر. میگوریتم. من رفتم ماشین رو میارم. مایلش. بهترش تسلیم شویم. همه ما رو میکشن. اما این کار رو به خاطر تو بکنیم. چرا تسلیم شویم؟ یا زودتر میرمه. زودتر ماشین رو زودتر. ظریف زودتر خبر ده. رقم ماشین 34 خای ام 02. ظریف زودتر باش. زودتر. در حال اعلان میکنم. اقرب دو. پرواز کجا شد؟ یک ماشین. ماشین آمد. زودتر سوار شوید. زودتر. ماشین 34 خای ام 02. رفیقان زودتر. بولتر زودتر سوار شو. رقم ماشین خای ام 02. از خفای ما میآیند. به کجا رویم؟ با خیابان فرقت تپه. التجا میکنم مرا فرارید. سری مرا هم در بالا میمونید. این کار را برای تو میکنیم. اکنون تو با ما همراه میشوی. شما دیوانه شدید. چرا مرا به گرو گرفتید؟ من چیکار کردم؟ تو گناهی بزرگ کردی. او را از امتحان نگذراندی. برای این کار جواب بدی. با شما میگم ایستید. دمت را گیر. اکنون هر دوتان همراه ما میروید. تمام و سلام. بولتر. اقرب دو. آیا ماشین را شما نداره؟ ولی اقرب رنگ ماشین سبز است. تنقه سیدن. در داخل ماشین یک اسیر و 4 تیره ریستند. ماشین به طرف گازدپو میرود. فهمیدید؟ فهمیدیم. بسیار خوب فهمیدم. از ماشین فرا. اینجا بیا فرا. همراه من بیا. اگر صدایت را براری تو را میکشم. مرا سردید. آنم بچو. استاد شما خوب هستید؟ استاد مرا ببخشید. من ندانستم. اینها مرا استفاده بردن. زودتر بخانه دار گفتم. زودتر. چی گپ شد؟ اینها کیستن؟ نقشه کشیده‌مون رو در دانشگاه عملی کرده نتوانستیم. اما استاد را به گرو گرفتیم. آنها رو چیکار میکنیم؟ هر دو آنها رو با اجرای خفا برده بندید. رو گردید. یگون کس در دانشگاه شما رو دید؟ از تعینات مخصوص 2 نفر. اما از دستشون اون کار نامد.
ягон кас наменамояд. به هر حال یک از در بیرون ایستاده نظارت کن. گفته نمیشود. шунидед ҳар лаҳза эҳтимол аст ки биёям. ҳушёр шавед. خوب شده است. طبق رسانه‌های کامیراهای کوچه‌ها ماشین از اینجا گم شده است. کنی رفیقان گرد و اطراف رو نظر کنیم. اطاعت. بقیه ساله در اینجا یک ماشین ایستاده است. فهم آمده ایستاده ایم. بگمانم صاحبانش در خانه دو آشیانند. عارف خانه رو یافتیم. کجا شدیم؟ آمدند. عارف زودتر به اینجا بیایید. خوب شده است. خانه رو یافتیم. چیکار کردید؟ 4 نفر عضو گروه تروریستان یک آموزگار را به گرو گرفتند. شاید در درون خانه بازیگرها هم باشند. به فکرم هستم. رفیقان خانه دو آشانه می باشد. از آشانه یکم در آمدن خطرناک است. فهمم. من و شاهین از آشانه یکم می درویم. فهمم. ما باشیم از پهلو می درویم. رفتیم بچه ها. یگان کس هست؟ هیچ کس نیست. خالها در همین جایم. اومدن. چه میآیند؟ از بالا خوب میبینی؟ سفارش شما را انتظارم. اول از نوبت دار شروع کن. آفرین کارلوس. سلام علیکم. همه رو احاطه کردن. برادرم هرگز تسلیم این گروه فاشیستا ما نمیشویم. تا فقر آخرین خون میجنگیم. همتون مرا شنیدید. برای این دعوا جان خود را فدا میکنیم. استاد قسم میخورم که هیچ شدنش رو انتظار نبودم. یک بار مرا احاطه کردن. اگر از امتحان گذاشتن خواهی کمک کن تا نجات یابیم. در درون چی گپ باشد؟ صدای تیرترانی میآید. پلیس آمده است. اگر از اینجا نجات نیابیم ما را آسیب میگیرند. سپس ما را میکشند. زودتر باش. زودتر شوید رفیقان. به بنا نزدیک میشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا مدد. اکی صالح، من در درونم. فهمیدم عارف، خودت را احتیاط کن. خوب شد دست کرد. دستونت را بردار. بردار. به طرف من برگرد. برگرد. ما هم دراییم. رفیقان می درویم. جنابان خانمان کنی زودتر درایید. اول خودم این چرا من همیشه قفا میمونم؟ Jest polis! Kordet رو پرتا! سلاحات رو پرتا! پرتا! سلاح رو به من ده! بیا خودت گیر. تو چی من رو مسخره میکنی؟ از کجا فهمیدی؟ ای احمق، تو باید نزد پای من سجده کنی. این کارات خوب نه برادر. این سر در نزد تو و تو بر اینها هرگز خم نمیشود. نباشد خودت میدانی. کارلوس، تو همیشه یک رفتار میکنی. اکا راست میگویی؟ باید تاکتیکای نو رو آموزم. اکا خوبتر از پیکزنی رو میآموزم. کار دیگر نداری. یک طرف بیستید. نباشد گلوی این دختر را میبرم. کاردت رو پرتا. کاردت رو پرتا نباشد تو را تیر بارا میکنم. ای فاشیستا، از دستتون بلا نمیآید. چه خیل فاشیست؟ ما به دیکتاتور ها مانندیم؟ ما ماموریاتیم. برادر، آنها برای ایقا انداختن فرصت میپایند. مثل مخلصان فوتبال همه جای داد و فیغان میزنند. بس کنید رفیقان، همه کاری خودش را کند. چرا از دست ما کی نجات میداده باشد؟ تو نمیبینی که رفیق شما در دست من است؟ برای بانو فرق ندارد. دمت را گیر. سلاحات را پردا، نباشد گردن این دختر را میبرم. مایرش خوب شده است. میپرتویم. زودتر پرده، زودتر، زودتر. خوب شده است. تمام. سلاحات را پردا میگویم. بالتا به گمانم تو را میگوید. من سلاحم را پرتافته نمیتوانم. بس کن، به خاطر سومن. خدایا توبه. سلاحات را گیر. یا تو ورزش یپون ها رو میدانی؟ تو چی ها میگویی؟ هر شبا کارلوس در کجا باشد؟
رفیقان وضعیت آنقدر خوب نیست. جان را به گرم می‌گذارید. شما فکر خودتان کنید. تو کی در آمدی؟ قریب میپراندمت. من تو را نشان گرفته بودم. آیا میدونه که زنده ماندن تو امر تصادف بود؟ من همین سخن را به تو گفتنی بودم. من تو را هرگز دوست نداشتم. چرا؟ امروز واقعا بختت خنده. اما سلاحش را با زمین پرتوید. پرتوید. مایلش بپرتوید. پرتو گفتم. این خدر آدمی اکرام هستی. کاش یکی از ما کراته را میدانست. انا سلاح پراندن خواهی آمده گیر. نخواهی تو رو میپرانیم. من یک ورزشکار رو میشناسم. ای احمق اینجا بیا. تو چی حق داری سلاحی منو میگیری؟ اکنون با تو چیکار کنم؟ کشم. تو رو کشم. ای برادر عزیز، نمیشود. نمیتوانیم. ایسته دوستان، من میکشم. ایسته دوستان، دستی برام کشو. حاضر دوستان، میکشم. زودتر. اکنون چیکار میکنیم؟ زودتر بر اومدن در کن. در درون آدم هایند. اگر ما رو ببینند زنده نمیمانند. استاد نباشه چیکار کنیم؟ بهترش کسی ندیده از اینجا باید گریزیم. سپس پلیس ها رو یافته با آنها میفهمانیم. باوری داره؟ باید خودمان خلاص شویم. بولتا در درون چندین نفر دیگر هست. خودت را مانده نکن. رفیقان دستی او را ببندید. میرویم. زودتر فرو. رفتیم. یکی از آنها اسیر رو میگریزاند. اما او را دستگیر میکنم. آنها مثل ویروس در همه جا هستند. ای بی‌شرفان. ایسته دوستان، پلیس ها با ما کمک میکنه. جانی من به صاحب نیست. را کرد. آنها را از دست دادم. اول من پراندم.
تو یک مرده را پراندی. پرتو سلاحت را، پرتو سلاحت را، پرتو میگویم، پرتو. حتی برای نفس کشی وقت نداری، پرتو. خواب را به زمین، به زمین خواب را. شد من را پرانه. به زمین. حیاتمون سوخت، به خونت را آمدند. یکی اشون میگوریزد. بزمین خواب را. نفرمایید بسازیم زمین. خواب کن دمت را گیر. به زمین خواب را. آرام باش. خدا به شما لعنت کند. خدا جزایتان را دهد فاشیستانی بیناموس. خواب کن، گم نزن. باقی سخنت را در زندان میگویی. اسیر را به کجا گریزاندید؟ جواب ده. من به نزد دخترم میرم، وقتی زیاد ندارم. اسیر را به کجا گریزاندید؟ شاهین یکی از آنها آموزگار را گرفته گریخت. بالت از پی وی رفت. عارف باشد از پی یکی از آنها رفت. گبزن اینجا بیا، بیا بیا گبزن. ایستا، ایستا میگویم، من فرارم. ایستا. استاد استجا میکنم. ایسته. هر کاری میخوای کردن گیر. من میروم. استاد شما آرام شوید. همش گذشت. نجات یافتیم. سرد من را. التجا میکنم. پسرم سرده. نروید. سرده. من میروم. هی برو سرده. هی احمق گمان میکنی که میگریزی. به تو گفتم برو سرده. ایسته. اشتباه میکنه. قادر پسرم قادر قادر پسرم قادر چیکار کردی؟ این فلاکت شد. چیکار کردی؟ قادر پسرم من یکون کار نکردم. قادر پسرم ایست! دور شود از این ماشین. چیکار میکنی؟ دور شو، در شود پیشم. دور شو گفتم. آدمان یاردم ماشین. ایست! با 155 دارم. ایست! ایست بگویم. چی کار کردی؟ ای تو چی کار کردی؟ خدایا. قادر خوب هستی؟ چشمت رو باز کن. قادر چشمت رو باز کن. قادر تو چی کار کردی؟ کارت را دیدی؟ پسر را کشتی. پسر بیگناه را کشتی. تو چی کار کردی؟ آخر دانشجوی من بود. وای دانشجو بود. تو چی کار کردی؟ چرا به خطاگیر راه دادی؟ چی کار کردن از رو نمیدانی؟ پسری که به من کمک کردن میخواد او را پراندی. چرا پسری بیگناه رو پراندی؟
این جوان میگریزد ایستو بالتا آخر میگریزد ای بالتا آخر میگریزد چرا تو آرام ایستاده ای خدایا توبه شما چکار میکنید؟ حیات شما را نجات بدهیم آیا نمیبینید پسری که پرنده کشتید همراه من اسیر بود شخص بیگناه را پروندید شما چی ها میگویید او پسر بیگناه بود رفیق تو شخص بیگناه را پروند قاتل را پروند اکای عارف من چیکار کردم خیر میلش آرام شو آرام باش استاد شما راست میگویید اشتباه از طرف شما نشده باشد آخر رفیقان ما با شخص بیگناه تیر نمیبرانند من انینم رفیق تو دانشجوی مرا پروند خدایا من چیکار کردم اکای عارف یکان چی گوی اکا من چیکار کردم خدایا من چیکار کردم آیا پیش از پراندن او را آگاه کردید؟ با تو میگویم آیا پیش از پراندن جوان را آگاه کردید؟ حالا او چیکار کردنش را نمیدوند لطفاً وضعیت او را هم فهمید باید هرچه زودتر بعد دادستان و مدیر امنیت کل این خبر را رسانیم آقای مفتش چرا اینقدر به او فشار می‌آورید؟ شوهر شما سهوا یک جوان 20 ساله را کشته است اگر زحمت نشد به یک دو سوال جواب دهید آقای مفتش شما چی ها گفته ایستاده اید؟ کارلوس عارف برادران با من بیایید نباشد نافهمی زیاد می شود اینها را بینید در دست همه اینا سلاح است مملکت را به شتات تگزاس امریکا تبدیل دادند بالتا برادر خودت را بدست گیر اگر به سوالهای او جواب دهی کارمون آسان می شود بالتا جان قربانی تو شوم به سوالهای او جواب ده بگو که سهر شده است آخر تو قصد رزاندن خونی او را نداشتی جناب گوش کنید شما را خوب میفهمم شما وظیفه خود را اجرا دارید اما تا حال کار انیق نشده است جسد مرده را هنوز نیافته ایم در وقت نوشتن با دقت باشید اگر خبر را دیدی چگونه خبر را قادر چنکچی که امروز تصادفاً از طرف کارمند تعیینات مخصوص پرونده شد این سال دانشگاه را ختم میکرد خبرنگار ما با مادر غمزده میت صحبت کرد و حال مادر قادر چنکچی خوب نبود آخر این جسدی وی پسر نیست؟ اکا آنها خبرها را از کجا می گرفته باشند؟ کی به آنها خبر می داده؟ ظریف باز کی میشود؟ همش عیان است گروه تروریستان این پس فطرتانی رزیل از یگان بشرفی و بیناموزی شر نمی دارند اکا من حیران شدم برای پسری مردگی غمگین شوم یا به کاری کرده بالتا اصلا همه آنها را یافته یک تا کشتن لازم همین خیل گمان داری؟ خداوند همه آنها را هدایت کند آمین از روی حادثه ناخوشی که امروز رخ داده بود شکایت زیاد آمد سردار امنیت آید این مسئله کفت و کاب را ادامه داده ایستادند
اکنون تعینات مخصوص یک ماه دیگر به خود نمیآیند. فهمیدند که با ما سر به سر شدن چگونه بوده است. نباید آیله او را آرام گذاریم. او برای ما لقمه تیار است. راست میگویی. اومدی کار را بین. نقشه ما چگونه بود و چه خیل شد. این واقعه کار ما را بسیار قلع کرد. اما یک مشکلی می باشد. ایدین تا حال در دست آنهاست. باز همه را نقل نکنید. ایدین هرگز سیری ما را نمیگشاید. من او را سالهای دراز میشناسم. او بسیار جوانی جسور است. گفتنی که او با ما خیانت نمیکند. از خودم شبهه دارم و از ایدین نه. انا نگاه کنید. مادری قادر را نیز یافتم. حالا در نزد ما مادری قادر می باشد. مادری غمزده بسیار اشک چشم می وای 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 وای. از این خبرنگاران ترسیدن در کار. خانم گفتنیه داره. آخر چی گویم؟ دخترم چی گویم؟ با قادر همیشه هر صحبت داشتم. مادر جان گفت. مادر جان ختم میکنم گفت. نیت اشتراک در مراسم ختم کنی و داشتم اما با جنازه‌اش آمدم. دیگرم نیست. از این فرصت خوب ما باید خیلی خوب استفاده بریم. تعینات مخصوص حتما نقشه دارد. برای آنها سورپریز آماده میکنیم. میگویند که پسرت مرده است. نباشد جسد او را به من دهید آخر بار او را میخواهم ببوسم. اما جسدش نیست. دخترم آخر من به کجا روم؟ دردم رو به کی گویم؟ داد زدم ایستید گفتم. 2 نفر بودند. به ما خبر دادند که 1 نفر اسیر بود. گمان کردم تروریست بود. فکر کردم آموزگار رو میگریزاند. آیا در دستش یگان چیز بود؟ ندیدم. اما با چی کاری آواره بود. گویا یگان نیتی داشت. تو همیشه گمان کرده میپرانی. برادر این خیلی نیست. شب هریمان پلیسی سابقه دار است. حتی به مورچه ضرر نمیرساند. یک دم خاموش استید. گناهکارید و باز زوری میکنید. این خودش چی گپ؟ هر کسی که به دستش سلاح گیرد خودش را کیم که گمان میکند. همه شما یک هستید. گوش کن برادر. همه‌اش عیب من شد. من گناهکارم. او گناهی ندارد. هر گپی داری به من بگو. رجب آرام شو. التجا میکنم. آرام شو. بالتا آرام شو. بالتا اینو چی میگویم؟ فاطمه آرام شو. ببین همسر ما در بلا مونده است. نگران نباش همش خوب میشود. رجب در کجاست؟ قاتلی پسرم در کجاست؟ در کجاست بگویم؟ او رو با من نشان ده. اپا یک دقیقه ایستید. پسرم را کشته. چرا او رو کشته؟ آخر او چی گناه داشت؟ آیا آموزگار بودن گناه هست مگر؟ کی او را کشت؟ تو کشتی پسرم را؟ از برای خدا گپ زنه یا تو کشتی او را؟ تو کشتی؟ کی این کار رو کرد؟ به من گوید چرا این کار رو کرده؟ قادری من مورچه را آزار نمیداد. چرا او رو برانده؟ چرا؟ ابا اونا نپراندم. من پراندم. هر گپی داشته باشید با من گویید. چرا این کار رو کردی؟ قادری من مورچه را آزار نمیداد آخر. چرا او را پروندی؟ چرا؟
چرا؟ اشتباه شد. چرا؟ من گناهکارم. کاش دستایم میشکست. پسرک تو رو نمیپراندم، اما کارش نگشود. پسر جون چی شد اپا؟ یاری دیگه. خدایا من چیکار کردم؟ بابا جون آرام من چیکار کردم؟ آرام شو بابا جون. تو یکا کار نکردی، یکا گناه نداری. کمک کنید. بیا برادر، بیا برادر. بابا جون آرام شو. بیا برادر. بیا رویت را با آب بشور. بیا با بیرون برادر هوای تازگی. آرام شو. رفتیم بابا جون رفتیم. آخر دیدید که در یک لحظه بی اهمیتی چی حادثه‌ای به میان آمد. گوش کن برادر، من آدمی خونسرد و عصبیم. گفته نمیشود اینقدر فشار زیاد به سر ما نار. چی مرا تهدید میکنی؟ تو خودت کیستی؟ عارف برادر چیکار میکنی؟ دوستان را بالای سر میکنیم اما دشمنان را نیست و نابود. امروز سر همه ما در بلا گرفتار است. باز حیات تو را نیز در خطر نگذاریم. منظوری من این بود. گوش کن برادر، چنانه که میبینی همه ما عین حال در غضبیم. تو باشی غضب ما را دوچند میکنی. اگر کارت را تمام کرده باشی برآمده رو، ما به قرار داده ای تو راضی میباشیم. نگران نباش، میدانم چیکار کنم. رو از اینجا گفتم، رو دف شو. هر کاری که بخوایی که بگیر. رو از اینجا. آرام شو. چی حیاتت رو برباد دادنی هستی؟ چی حیاتی بالتا سوزد، چی حیاتی من؟ آیا فرق دارد؟ فرق دارد؟ البته فرقش نیست. چی حال دارید؟ خوب هستید؟ دخترم چه خوب باشم. آخر بین حتی پسرم صاحبی کفن نشد. صبر کنید، برای این سخن ها رو گفتم بر وقت است. از شما یعنی هیچ چیز نمیخواهم. برای پسرم یک مزار دهید خلاص. یک سنگ مزار برای قادری بگناه. اقلا با این کار مرا تسلا دهید. باید اگون کار کنیم. اما چه کار کنیم نمیدونم. مونتا کمی صبر کن. خودت را به دست گیر. صبر کن، همش خوب می شود. برادر، در مرافعه بیگناه بودن تو اثبات می شود. اگه من از حبس نمی ترسم. من فکر آن زن را دارم. من به او چی میگویم؟ در تقدیرم آمده است برادر. خیر چیکار کنیم؟ هرچی به سرمان آید میبینیم. رفیقان، نمیخواستم که این خبر را به شمایان رسانم، اما دستور مدیر امنیتی کل می باشد. بخیر از آقای مدیر. بالتا پسرم، باید تا خاتمه یافتن این پرسش سلاح و حجت‌های تو را بگیرم. خدایا سردارم، آیا یگون امکانی ندارد؟ نه عارف، امکان ندارد.
جورا گوش کن، این کار بسیار دراز دوام نمیکند. من این را همیشه مثل فرزندم میدانستم. آیا انسان با آسانی از فرزندش جدا میشود؟ این رو گیرید. بالتا جان بالتا برادر بس کن. بالتا جان گریه نکن. نه برادرم بس کنید، باید یکون کاری کنیم. رجب بالتا جان خیاری با کجا میروی؟ بالتا حاضر می آید. عاقبت این کار بخیر نیست. تا شما گفتم آن راست میگی یکا. رجب بالتا رجب بالتا آب می نوشید. مرحمت. ابلاجو زوری و توالا میکنم برام ببخش. در این دنیا چگونه مدنی عذاب دوزخ را فهمیدم. جزایم هرچی باشد راضیم. تقدیرم هرچی باشد من راضیم. ما هم به تقدیر باور داریم. و سرمون هر بلایی آید. از تقدیر میبین تو رو با یک شرط میبخشم. هرچی میخواهی گوش دارم. پسرم رو به نزدم بیار. پسرم به مزار نماند. اقلا این کار رو برایم بکن. اپا وعده میدیم او رو میارم. رفیقان وعده میدید؟ وعده میدیم. وعده میدیم. وعده میدیم. وعده میدیم. شما نگران نباشید. وعده میدیم. اپا جان
به خواست خداوند او رو میابیم. نگران نباشید. اپا آیا شما در اینجا یگان خونه داری؟ نه، در استانبول هیچ کس ندارم. بیایید به خونه ما رفته امشب مهمان میشوید. شما را تنها نمیگذاریم. من او را میبرم با من بیایید. بالتا جون چی؟ بالتا با صبر باش. آقای عارف پسری که جستجو داره در اینجاست، اما مرا ندیدی و نمیشناسی. خواطر نشو صادق، به هیچ کس نمیگویم. اینجا بوده ای؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو کاری مهمی دارم. صادق، میگویند که کامیراها ویران شدند. بله اکا، بعد از 5 دقیقه ویران میشوند. 1 دقیقه ادوکات من آمده است. وای کی میآید؟ شعر در جایت. با ادوکاتی تو صحبت کردم. یک چند مدت تو در اختیار من خواهی بود. چی تو دیوانه شده ای؟ من با دیوانه ها مانندی دارم؟ با دیوانه ها مانندی دارم! گپ زن! آدم های شما جسدی خودی را به کجا بردن؟ گپ زن! نمیدانم. بهترش به خاطر بیار. گپ زن! گپ زن نگویم! گپ زن! گپ زن! گپ زن نگویم! با تو یگان چیز نمیگویم، فهمیدی؟ از من یگان حرف نمیشنوی. از بالایت شکایت بکنم، مینویسم. پلید! بی‌ناموس! به خوبی گپ زن تا دهانت را نشکنم. نباشد دهان و بینیت را میشکنم. بدتر میشود. پلید! یگان کار کردن نمیتوانی. این بازیش زور بودگی است. این را برای ترکیش کوهی استفاده میبرند. بسیار خوب. این را با مزاری خودیر گذارید. اول باید مزار را آماده کنید. این طرف کارا من حل میکنم. البته مزاری را میکوبند. اون وقت بس اون بازی آغاز مییابد. با کثافت شما یک جوان مرد. یکی از نزدیکان ما اشتباها قاتل شد. آیا گمان میکنید که حساب این را نمیپرسم؟ حساب این کاری کردن تو را نمیپرسم. گپ زن بشرف بی‌ناموس. گپ زن! اگر دادم هم نمیگویم. گوش کن. گپ زن نباشد از اینجا زنده نمیبرایی. گپ زن میگویم. گپ زن! ایست نکن. نباشد گپ زن. در کجایم؟ در کجا پیدا شدن؟ گپ زن! در انبار میباشد. در محله سریگزی. در آنجا میباشد. فهمو. تو هم همراهی من میروی. رفته آنجا رو نشان میدهی. فهمیدی نگویم؟ فهمیدی؟ فهمیدم. صادق! آیا همینجاست؟ بله اینجاست. در درون چند نفرند؟ 7-8 نفرند. آنها متخصصان با مهارت می باشند. همه آنها سلاح را خوب استفاده می برند. اگر خودت تنها برای برآمده نمی توانی. بله، ما به دوزخ در آمده زنده برآمده ایم. نخواد که از همین 3-4 نفر راهزن بترسیم. الو، روز بخیر. دکان سنبسه فروشی؟
به منزل سنسر 10 دانه سمبوسه پنیری و 10 دانه سمبوسه گوشتین روان کنید. بولنتی رزیل چگونه سمبوسه را دوست می‌دارد؟ بسیار دوست می‌دارد. چگونه سمبوسه را دوست می‌دارد؟ سمبوسه گوشتی رو؟ نگران نباش، من به او نشان می‌دهم. 10 دانه سمبوسه گوشتین. رفیقان، امروز روزی مهم باشد. عملیاتی که امروز در رخشا داریم در تاریخ میماند. برای همین نسبت به عملیات‌های پیش نباید با دقت‌تر شویم. فهمیدید رفیقان؟ زیدی فاشیستان دست به دست می‌جنگیم ما. 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 گوش بکنم. ما آماده‌ایم. شما چی؟ قادر را گراندیم، مزار را محکم کردیم. فهمو، من دیرتر زنگ میزنم. زودتر باشید، به یگان جا نروید. این پول را گیر. رحمت اکا، نوشی جانتان شود. ایستا، یک دقیقه ایست. برای لباسهایت چند پول میخواهی؟ چه اکا؟ برای همین لباسهای کاریت چند پول دهم؟ اکا، اینها را داده نمیتوانم، رئیس مرا میکشد. 100 لیره را گیر. اگر رئیست یگان گپ گوید با من زنگ زن. ای بچه، آخر من پلیسم. آخر این لباسا 100 لیره قیمت نداره. اکا، من پول نمیگیرم. میلش زودتر باش، زودتر. اما با خودش تیر اجازتی گیرد. اگر این مراتب تعیناتی مخصوص باید آنها را نابود میکنه. مرا فهمیدید؟ فهمیدیم. کی باشد؟ انتظاری کسی بودیم؟ نه. رفتوین کی بوده است؟ احتیاط باش. روزتان بخیر اکا جان. فرمایش های شما را آوردم. چه خیلی فرمایش؟ منطقه گرم آوردم. خوردن نمیخواهید؟ شوخی کردم، شوخی. آیا نمیبینید سمبوسه آوردم؟ ما اینها را فرمایش نداده بوده. توبه خدایا توبه. و من همین سراغه را دادم. معلوم که سراغه را خطا دادن. هر روز سراغه های خطا میدن. یک کار را باز میکنم. خیر میلش، همین خنوم نشده به سراغه فرمایش شده ببرم. خیر میلش، سلامت باشی. ایستا اینجا بیا. کنی من یک پرسم؟ کو یک اور بپرسید؟ بله. یگان که سمبوسه فرمایش داده بود. چی؟ سمبوسه باشد میخوریم. از سر با چیزی نخورده. دیدی این بیچاره گرسنه بوده. چند پول میشد؟ خیر یگان 15-20 لیره دهی میشود. من با درون بوده همش را حل میکنم. سمبوسه بیا بچه. برادر، شما را یک دقیقه ممکن؟ مادرم بیمار می باشد، باید با او زنگ زنم. تلفنت را یک دقیقه نمیدهی؟ آخران برادرم گفتن که تو به سخنهای این مرد باور نکن. آخر من یگان گناه نکردم، اشتباها مرا دستگیر کردم. مادرم بیماری وزنین می باشد، در نظم جان دادن است. کمکم کن تا صدایش را شنوم. نمیدونم. با تو میگویم مادرم میمیرد. انا بین دستانم بسته می باشد. صدایش را شنوم شد. اگر مادرت بیمار باشه میلش مگی. رحمت. نوش جانتان. تشکر. نوش جانتان باد. گوش میکنم. اکه مرحمت کن، زهری بدنتان شود. تو چی گفتی؟ گفتم که احتیاط باشید، سوزان است، با زبانتان نسوزد. بخور. کدام مزار؟ فهمو. مزاری نزدی باغ بوده. فهمو. مکانی خوب است.
мазори зебо мебошад. نوش جانتان. چی؟ مالش کارو تمام کنید. اکا بالله زنت تلفنت رو گیر میگویم. اکا آخر تو با مادرت زنگ زده بودی؟ مادرم بیماری بدنین است، با برادرم زنگ میزنم. فهمم مالش. گیر تلفنت رو گیر. فهم حاضر مو میبریم. سردارم من در محله سریغازی در یک انبار میباشم. دو گروه یکم را به اینجا فرستانید. عارف خودت تنها در آنجا چیکار میکنی؟ سردارم من وقتی زیاد ندارم. زود آنها را به اینجا سفر برکنید. محله سریغازی کوچه سرسن. اینها نبرآمده باید زود به اینجا رسند. نباشد کار چطور میشود. خودی را در قبرستان چاوش باشی خاک کردن. یک گروه را آنجا فرستید. مایلش روان میکنم. اوف باز شده باشد. الو پلیس؟ تو چی میگویی؟ دیروز پلیس آمد. من رولا توقف کردم. حالا باشد نزد شما میآید. با همه سمبوسه اون از تعینات مخصوص میباشد. تعینات مخصوص چی؟ کل تلفن را ده؟ ما را فریب کردی. گفتی با مادرم زنگ میزنم. بیده. دمت را گیرم. رفیقان نوش جانتان باد. امیدوارم که سمبوسه ها با شما معقول شدن. شما را البته در دکان منتظر بشوم. البته بیایید. برو دو پلیس ببوشد. نمونه چی کنید رفت. بیایید رو دستگیر کنید. زودتر داره درو مانع گرفتن او شود. زودتر انشاءالله که در وقت رسیده میآید. نباشد حیات من برباد میرود. رفیقان عارفی دیوانه باز حیات خود را در خطر گذاشته است، اما این دفعه هم مکانی آنها را یافته است هم مزار قادر را یافته است. حالا به دو قسم تقسیم شده. در حال روید. اطاعت آقای مدیر. ظریف تو به قبرستان رو. دیگر رفیقان به نزد یاری. خوب شده سردار. بالتا تو نمی روی. بالتا هیچ گپ نیست. به خواست خدا این هم میگذرد. تو برای ما دعای خیر کن. خوب شده است. با مادر قادر هم خبر میدهیم. خرسند میشود. مایلش خبر دهید. پیچه رو زنده نمونه. این خطر رو میتونه در زوده و یک کسا نداره. زودتر پیچه داو. از پسش داو.
حالا ایستید. آن هزارتان را با چشمتان نشان میدهم. چی شد؟ آیا پسرم رو یافته؟ انشالله که یافتیم اپا. شما در اینجا انتظار شوید. من انیق کرده با شما خبر میدم. خدا را شکر. مجید تو همراه اپا هم نیست. شما همراه من بیایید. رفیقان بخیر است؟ در اینجا چیکار میکنید؟ جنازه بود. کنی حجت هایتان را نشان دهید. با دقت باشید، نگریزم. آنجا چی شد؟ اپاییز کردن نشو. پسرم رو فریب دادن. خاک بر سری من. ایستو با کجا میاری؟ خدا مرا سرده مرا. دردت خورد شده ایستو دستگاه نمیشونمی. مرا سرده. من به نزدیک پسرم میروم. اپا بسیار خطرناک است. التجا میکنم صدیر راهی من نشو. من به نزدیک پسرم رفتن میخواهم. آیا خطری از این زیادتر هست؟ اپا ایست اپا. اینا کشو گفتم. شاید گفتم. شده نمیشود. محکم کردن. در رو شاید گفتم. یک طرف زودتر. زودتر در آمده بینید. در آمده بین. گذر. در را نترسه. را گردید. نترسید. را گردید. نه، عارف جواب نمیدهد. یگان حادثه روی داده باشد. باید چی کار کنیم؟ در این گونه حالات ها بالتای سخنی خوب دارد. نباشد حمله میکنیم. وای من این سخنها را بسیار نقص میبینم. رفتیم زودتر. می‌دارید. این چگونه آدم است؟ بدنم دارید. این از درک آدم میترسید. درود گفتم. تسلیم شوید پلیس. سلاح‌ها را پرتایید. اینها از کجا پیدا شدن؟ میگریزید. با کجا میگریزید؟ اینجا بیایید. چی گپ شد؟ هر دویش رو پرونده. بسیار احتیاط شد. از مردنش ایمین باش.
قادرم پسرم پسرکم لا حول ولا قوة پسرم مداری پسری من است چی کار کردی؟ قادری من آیا من شما نگفتم که در آنجا ایستی؟ گفتم گفتم رو گوش نکرد سرم رو دیدن میخواهم گفت پسرم جانی آجم پسرم و من نصیب نبوده است که باری آخر تو رو ببوسم و به خاک دیم پسرم نخود تو رو زیر خاک سیاه کردن چرا برای کدام گناهت پسرم پسرکم پسرم پسرکم شادی آیا پسرت رو میبندی؟ من نرسه دست نرسونه به من پسرکم آخر من رو دیدن میخوام پسرم جانی من جانی آجم من تو رو دیدن میخوام من میخوام تو رو ببینم پسرم پسر جانم خواطر نشو با پسرت وا میخوری حاضر همت نزد او میروید اقلا در مزار تو رو ببینم پسرم ایسا نگرز ناآمدی کار قادر قادر تو زنده ای تو نمرده ای صد شکر که تو زنده ای ولی زندم نمردم مرا مردن نشان داده سوء استفاده میکردم آخر تو را پرانده بودم زخم من جدی نبود هنگامی پراندت بیهوش شدم وقتی که چشم را باز کردم دیدم که در انبار مرا بستند پس در آن مزار کی خوابیده است چه خیل مزار خدایا خداوندا اینجا تگی کاسه نیم کاسه ای است پسرم قادرم قادری من پسرکم در کجایی پسرکم اپا خودت رو مانده نکن من قبر رو میکنم چه مانده شدن اگر لازم شود تا سحر میکنم باری آخر میخواهم قادر رو ببینم قادری من آجد مرد آجد پسرم آهسته تنی درمندش را آزار ندهد آهسته آهسته سردارم قادر زنده است رزیلان برای ما چاه تیار کرده چی خیر قادر زنده است صحت و سلامت زنده است حالا در نزد من ایستاده است پس چرا ظریف به قبرستان رفت نمیدانم سردارم شاید برای ما دام گذاشتند مبارک شود قادر نمرده است او زنده است آقای مدیر شما میگوید به خدا راست است به خدا راست است عارف گفت خدایا خدایا قادر قادر زنده من میمونم پروردگارا شکر میکنم تو را مبارک شود قربانی کنم نماز کنم و فکرتان تمام دیم بولتا به خدا که اگر همه اش را کنی کافی نیست آقای مدیر آقای مدیر آقای مدیر بس کن خبری خوش رساندید آقای مدیر من میروم سلام مدیر کنی گیر بیا مایلش شد خیلی مایلش یگان استخوان سالم در بدنم نمانده است آقای مدیر انسانی خوب نیست
اکای عارف خوب هستی؟ خوبم انا ببین من کرایه یافتم. قادر تو زنده هستی؟ شکر خدا که زنده ام. مادرم چی حال داشته باشند؟ اگر شنود از شادی بیهوش بشود. ای بیشرفان با ما بازی میکنند ها؟ بله. جانی بولت خلاص شد. بله باید حتما صدقه دهد. ها مادرت همراه ظریف به سر مزار تو رفتند. چی؟ مادرم در آنجاست؟ آرام شو. ظریف را باید یابیم و فلاکت را باید پیشگیری کنیم. حیات آنها زیر خطر است. پسرکم خودیری اوچه پسرکم جانی من اوچت مراد پسر جانم خودیری لبه عارف. الو ظریف زودتر از آنجا دور شوید. چرا چی شده که؟ ظریف خادر زنده است. در آن مزار بمب است. در حال از آنجا دور شوید ظریف زودتر. تو چه ها میگویی عارف؟ پسرکم پسر جانم پسرکم. ایست جان ایست. عارف این زمان ما بمب را میبینیم. بمب بگوریزید. بمب بگوریزید. همه تو میمورید. خواب رو ظریف چه حال داری ظریف؟ گپ زن ظریف. عارف چی شد؟ گپ زن. صدای ترکیش را شنیدم. صدای ترکیش در مزار نو بمب گذاشتن. ظریف جواب ده بگم ظریف ما را میشنوی؟ کنی راه کردی زودتر باشید زودتر رفته. قادر یک دقیقه ایستید. چی شده که؟ قادر نیست؟ او کجا شده باشد؟ قادر رو گیر یاری ده اشتر را گیر زودتر اکا این صدای خودی است. صدای خودی. رفیقان اگر این دفعه به پسر یگان حادثه شود خانم گلبت حال ما را بد میکند. زودتر راه کرده یاری ده راه کرد گب نزن پرتو سلوحت را پرتو سلوحتان رو پرتوید سلوحتان را. برای من فرقش نیست. من او را میکشم. باز چی شده؟ شما برای آرامه مردم کوشش میکردید کو؟ آیا آن کوشش های شما همین است؟ دمت رو گیر ابله. سلوحت را پرتا. به هیچ جا گورستان نمیتوانی. بیهوده زور نزن. من تو نفسی آخرینم میجنگم با شما. اکا التجا میکنم مرا نجات ده. مایلش آرام شد. نجات میدیم. نترس مایلش. اگر سلوحت رو نپرتدی پسر همراه من میمورد. خوب فکر کنید. سلوحتان رو پرتوید. خوبم اکا. اینجا کسی هست؟ ایستا نجوم. اکای ظریف خوب هستی؟ بد نه. تو چی؟ اکا ما همه خوب هستیم. اپا هم در کجاست؟ در اینجا. خدا را شکر. اپای گلبی است.
اپا جان اپای گلبیاز اپا دلش کار میکند زنده قربانت است. شوم چشمانت رو باز کن زودتر ماشین یاری تجری را جلب برادر مرا میشنوی زود به اینجا ماشین مرا یاری میشنوی، تجلی اپا. را روان اپای کن گلبیاز قادر خدا را شکر پسرم قادرم اپا. رو باره اپا جان قربان تو شوم بیدار شو حتی در مزار او را اپای آرام گلبیاز التجا میکنم بیدار شو این چی دشمنی است لبای آقای مدیر چی شد از مزار یگان چی یافتین؟ آقای مدیر به خدا قسم از مزار بمب بیافتیم چی گفتی؟ همه ما خوب هستیم اما سلامتی اپای گلبیاز خوب نیست در حال او را به بیمارخانه ببرید پسرش زنده است باز به او یگان حادثه رخ ندهد خوب شد از فهمیدم آقای مدیر پسرش زنده بوده است اپای گلبیاز اپا خودت رو به دست گیر اپای گلبیاز چی گفتی؟ پسرت قادر زنده است پسرم زنده است؟ پسرت قادر زنده است برخیز مرا فریب میکنید برای تسلای دلم نه اپا جان خودتون رو به دست گیرید تلفنی صحبت میکنید این کار نقشه گروهی تروریستی بوده است. خدا را شکر خدا را شکر میگویم پروردگار را شکر قادری من زنده ای خدای مهربان شکر میگویم بیا زودتر میرویم به نزد او میرویم مایلش خوب شده است میرویم او را گیریم بسم الله آخرین مراتبه میگویم سلاح رو پرتوید کارلوس لطفا برای болта توکل نکن التماس کارلوس به پسر ضرر میرسانی اگه التجا میکنم سلاح را پردو نباشد مرا میکشد گذارید حالا باشد با ما راه ده تا از اینجا رویم زودتر ما از اینجا میرویم زودتر خیر مایلش انا سلاح را گذاشتیم پسر را سردیه به تو کمک میکنیم در جای دیست نزدیک نشو کسی به ما نزدیک نشود سرسطه رو بس کن نجوم قراری است پسرم قادری من کجاست قادری من در کجاست اینجا بسیار خطرناک است من او را با در جایت چشمان ایستا. خودم دیدن میخواهم او را نگه دارید اپا این کل نمیشود پسرم اپای گلبیاز تو نباید با ما بروید باید در اینجا ایستی خدایا اپا یک دقیقه آرام شوید از برای خدا آرام شوید در همین جا هست در اینجا که گفتم پس در اینجا هست میفهمید یا نه اپا ایسته داخل چرا نمیشنوید چرا گوش نمیکنید سلاحتون رو پرتوید به زمین گذارید زودتر مایلش آرام شو آفرین در جاتون ایستید حرکت نکنید پسر را میبرد او یا یگان کرده میکنه آخه چیکار کنم تو گردن همان را میکنم اگر اجازت میدادید او را میپراندم نه این خیلی نمیشود کنی را کرد سلام اپا جان ایسته داخل بشی روی زن رو گیره نموشد رو بکشم آرام شدید میپرونم
التجا میکنم تو با ما کمک کن. مرا نکشد. اگر روزی شود مرا میکشد. مادرم را از اینجا برید از اینجا. بیستان حیوان، نه بسن رفت داری و نه به کودکان. آیا با همین وطن را نجات بدی؟ کارت نباشد اسلوبی کاری ما همین است. چیزی که شود تو را میپرانم. کنی پران زودتر. برو خدایا افای کل بیان. اگر پراندنی باشه تو دمت را گیر. فرمان نکن ازم. دمت را گیر. کم سردیه دورو. التجا افای کل بیان. باید از اینجا دور شوی. رحم کنید آخر مرا سردیه. التجا میکنم قربانت شوم. برادر نکن این کار رو نکن. مادر ای اپایی جون، زد و خورد تا حال تمام نشده است. اپا جون نکنید آخیر افا. پسرکم جانی افا جون آرام شوید. افا جون آرام شوید افا جون. بس کنید. پسرکم پسر باشد مادر باشد با من فرقش نیست. ولی سر باشد همه را میکشم. همه را نزدیک نشوید. نکن این کار را نکن. نزدیک نشوید. این کار را نکن. ایستی داخل. میپرونم. مادر جون من از این گونه انسان ها نفرت دارم. من قربان خالق تو شوم. من گفتن که پسرت مرد. من ترسیدم جانی مادر جون دیگر اصلا از یک دیگر جدا نمیشه. خدا را شکر. مادر جون انا میبینید من همیشه در نزد شما میستم، همیشه با شما میستم. جانی من خدا را شکر. ای برادری شیری من. وقتی رفتن خرگوش بری بودی اما شیرانه آمدی. بولتا تو سری وقت آمدی برادرم. ای برادر چرا بیخود و خبر آمدی؟ آخر آدم پیش از آمدنش خبر میده. اکا بولتا همراهی ما باشد ما همیشه شده. مولتا روی برا خوش آمدی. خوش باشی. من شما را یاد کردم. رفیقان آیا گروزن نماندید؟ در نزدیک یک دکان سمبوسه فروشی است. بسیار سمبوسه های بالازه دارد. بیایید رفتیم در اونجا سمبوسه